سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیوی دیگه که مربوط به جهان هیولاها و گودزیلا. تو این ویدیو قراره سیر تکامل گودزیلا رو ببینیم اولش چی بوده آخرش چی بوده. پس بدون معطلی بزنید بریم لیتس گو. خب بریم سراغ ویدیو. این دیگه خیلی دیگه قدیمی دیگه. گودزیلا بار سال 1954. این سیاه سفیده قشنگ. نمیدونم چی جوری گودزیلا رو درست کردن ولی اینا ژاپنی ان دیگه. چه قیافه 1955 نسبت اون سال خوبه دیگه. زایه هستش ولی خوبه. چقدر سیاه سفیده، چه جوری میدیدن مردم اون زمان فیلم. تا 1962 یکم بذار. اصلا عروسک بودنش خیلی زایه است، چرت و پرت عروسک. اون آها کینگ کنگ روی گودزیلا. چی؟ مورچه ویس گودزیلا 1964، 2 سال بعد از اون. 50 سال نه بیشتر. این چیه؟ این دیگه زاهی هست خیلی. 1966 زرت و زرت هم فقط فیلم میساختن. قیافش سیاه هست نیستن. 1960 فقط میسازن براشون کیفیت مهمه. یه ذره امون بدید. این چه سمیه؟ این چه مسخره بازیه دیگه. چه چرت و پرت. 1968 همش هم ژاپنیه دیگه. اصلا گودزیلا اصل اصولتش برای ژاپن. صدای 1969 چقدر گودزیلای سم بوده. 1971 خب یکم اینجا تازه جلوه‌های ویژه میاد. نتری این چی؟ این الان مثلا یه هیولا بود. 1972 سیاه جواب. این چی؟ خیلی دیگه جلوه 1973 چقدر گودزیلا ساخته شده تا حالا. چرا اینقدر زیاد داداش؟ این گودزیلا هم بروسلی نیست. یه وقت با بروسلی شوش. این چه سمیه اینطوری میکنه؟ گودزیلا هیولاه تایتانه و باز اینجا بهتره یکم. 1975 تازه فیلم ها داره درست میشه. چقدر زیاد ساختن از این گودزیلا. دوباره اینجوری کرد. مگه بروسلی اینطوری میکنه؟ جکی جانه مگه؟ 1984 کم کم دیگه داره درست میره. اینجا قیافه سمی نشونن. 1989 اوه این موسیقیمت از اون موقع بوده. ساختمونه شبیه جبن. اون موقع میزنه میترکندش. 1991 هیولای سیف گیدورا. آره گیدورا. 1992
داریم میرسیم به سال 2000. این موسیقی قیمت از اون موقع بوده یعنی 1991 چیز میگم 93. قیافه هاشون همشون چرت و پرته. همیشه این ژاپنیا گودزیلا رو یک ویلن ساختن، ولی خوبه که آمریکایی اومدن گودزیلا رو یه جورایی قهرمانش کردن، هیرو کردنش. این چه سمیه؟ مینی گودزیلا 1994 مینی گودزیلایه. این چه سمیه؟ 1995 چند تا گودزیلا ساخته شده تا حالا؟ این چه فقط اینجوری میکنه؟ 1990 آها این بالاخره یه چیز خفنه الان لهت میکنه. 2 سال مونده به دهه 2000. گودزیلا خالی هم هستش. 200 تا گودزیلا داریم. بالاخره رسیدیم سال 2000. خب اون که بهتر از اینه که والا. اون قبلی قیافه گودزیلا نشون نداد دیگه. شبیه سوسمانن اینا قیافه هاشون. 2001 یه اسم درست حسابی به اینا بذارید. گودزیلا خالی که اوه میگا گودزیلا وارد میشه تو اینجا مال سال 2002. قیافه رو خب یک پایسی هم هستش بین این دیگه. این چرا مثل مجسمه واسطه؟ چرا هیچ کاری نمیکنه؟ داره با موشک میزنته. از جاش تکونم نخورد. سال 2003 توکیو SOS. و بالاخره یکم جلوه جاش داره درست میشه. - 2004 1 سال به 1 سال میساختن فیلم ازش. این که اصلا گودزیلا نیستش. گودزیلا نشون بده مرتبه کوش گودزیلا. این دیگه سمی گودزیلا رو نشون بده. این کدوم خریه نشون میدی آخش؟ آها دیگه رسیدید یهو از 2004 پرید به 2014 و این گودزیلا خوبه رو میرسیمش. 2016 شاین گودزیلا. اینو دیدمش قبل. یه گودزیلا ژاپنیه. قیافه‌اش زایه است ولی جالبه. اینا قیافه خیلی ترسناکتر از اون چیزیه که باید باشه. 2017 یعنی انیمه یا انیمیشنه که برای همون ژاپنی ها ساخته شده و من دیدمش. باحاله. گرافیکش خفنه. بزرگترین تایتانه. کینگ آف مانستر 2019 خفن ترین گودزیلا. گیدورای عوضی بتره. دیگه قشنگ زد دهن همشون. و بله 2021 گودزیلا VS کونگ. خفنه. یه بد زد خداش. اینم بد زد خداش. یه گودزیلایی که نشون نداد برای 2024 خواهد بود. گودزیلا VS کونگ 2. اسم جزئیاتشو نمیدونم. حالا زر نزنم.
بسیار جالب بود، نمیدونستم اینقدر زیاد از این گودزیلا ها وجود داره. خب رفقا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده این ویدیو رو لایک کنید و اگه کانالمو ساب نکنید ساب بکنید و تو کامنت بنویسید سیر تکامل چه شخصیت یا چه بازی میخواید تا دفعه بعدی براتون بیارم. تا ویدیوهای بعدی گود بای.